این هفته خبر تو خبر داره براتون از ادامه جنگ و دعواهای باندی توی نظام ولایت و این آخوند رسایی که دلش برای استبل ولایت تنگ شده. از 9 اسفند سال گذشته تا امروز 2 ماه و 13 روز میگذره. در طول این مدت متاسفانه مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه نداده و این امر بی سابقه ایه. اونجایی که ما برداشت کردیم و بررسی کردیم و پرسجو کردیم، تنها دلیلی که به ذهن میرسه اینه که نمیخوان مجلس تشکیل بشه، چون وقتی مجلس تشکیل بشه نطق‌ها تشکیل میشه، تذکرات تشکیل میشه و نسبت به برخی امور تذکر داده میشه. حالا مذاکرات مطرح شنیدید که یکی دیگه از اعضای استبل ولایت رفته توی تیوی ریش تا حرفاشو بزنه که تازه میگه اونجا هم سانسوره. آقا مردم که ببخشید بره نیستن که بهشون میگه آقا معذرت میخوام واسه میکنم، فقط بیا تو خیابون، فقط تکبیر بگو، فقط تایید کن. برجام دیگه سند واضحه که من هفته پیش توی شبکه خبر چیزی گفتم آقا این خوششون نمیاد، به برنامه ما هم پخش نشد. حالا الحمدلله برنامه شما زنده است، نتونستن این دفعه سانسورش کنن الحمدلله. این کیفکش جلیلی هم ترجیح داده بره تو سیرکای خیابونی و اونجا با عراقچی تصفیه حساب کنه. آقایون مسئولین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، 1 آقای عراقچی، 2 هر کسی که با آقای عراقچی میری مذاکره میاد، چرا ساکتید و منتظرید همش رسانه‌های خارجی بیان بگن طرح ایران چه بوده؟ آقا خودتون با مردم صحبت بکنید. از این منطقی تر ما به شما اعتماد میکنیم، شما به مردم اعتماد بکنید. هر آنچه که در این رفت و آمدها اعلام میشه نذارید دشمن در ارتباطش صحبت بکنید، نذارید روایت اول و دشمن بسازه. خلاصه که هوا پسه و آخوند پهنیان هم دلش از عراقچی پره. آقای وزیر محترم خارجه، یک کمی ادبیاتتون تغییر بده. این ترامپ خبیث نباید اینجوری ادعا و پرطمطراقی خودشو نشون بده. شما باید برگردی بگی ما با نابودی هیمنه آمریکا آزادی رو برای جهان به ارمغان خواهیم آورد. حالا خود عراقچی کجاست و چی میگه؟ ایناها اینجاست، مشغول خالی بندیه. هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و ما این رو از 2015 به این سو هم بارها گفتیم و بارها میگیم این که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و این سیاست ماست. ما برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای داریم. از یه طرف وزیر خارجه‌شون اینطوری میگه، از اون طرف این یکی اومده میگه دنبال سلاحی هستیم که بمب اتم جلوش ترقه است. تنگه هرمز، باب المندب، حوزه مقاومت، اینها تأثیرات شگرفه. بزنین که گسترش هم پیدا میکنه، اروپا هم میگیره. ببین الان ما اسپانیا الان به ما خب گرایش نشون میده با هر انگیزه. تو اروپا الان ناتو دچار انشقاق شد. آیا بمب اتم میتونه این انشقاق ایجاد کنه؟ چون داریم یه پارادایم جدید معرفی میکنیم، این تاثیرش بیشتر از 100 تا بمبه. ضمن که تضادی هم نداره، من هیچ وقت نمیگم، ولی وقتی شما ارادت اومد بالا، شما پلاسما هم داری، اونم داری، تولید یه بمب برای شما کار نداره که. اصلا شاید اتفاقاتی رو شکل بده که بمب اتم پیشش ترقه باشه. توی سیرک خیابونی هم نوحه کم آوردن، رفتن سراغ این اراجیف که اون رو به سبک ترانه‌های کودکستانی میخونه. دشمن اگر نمیدونه بدونه، اون میگه کی ماها بریم به خونه. رهبرمون پیر و مرادمونه، امام رضایی و مهربونه، پیامهاش راه نجاتمونه. دلیل داغ شدن بازار ماده ها تو نظامم که روشنه و نیازی به بازگویی نداره. حرفه نبود، مدداهیگری شغل نبود. الان شغله؟ الان یک بیزینس بسیار پردرآمده که کاش به این سطح بود که خواندن حتی دنبال خودشون گریه کنهای حرفه‌ای میبرن و صاحب مبانی مجلس پول باید بده برای این روزخ، برای گریه کنها که اونها با صداهای عجیب و غریب گریه میکنن. گریه واقعی نه، میخوان از مردم گریه بگیرن، گریه نمایشی. البته اگه خالی بندی های بسیجی ها رو بذاریم کنار،
اون وقت توی این خیمه شب بازی های شبونه آخوندا با چنین سوتی بازاری مواجه میشیم. قبول داری این گرونیایی که الان هست دلیلش محاصره‌ای که امریکا بر علیه ما انجام داده؟ نه ندارم. نه. خبر تو خبر. مشنگستان این هفته رو با جدیدترین قنبز این کارشناس مشنگ شروع میکنیم. تایرهای 3 و 4 دیتا سنترهای اینتل رو میزنیم. یعنی آدرس دارم با خطکش میدم. کل دیتا سنترهای پروژه نیمباس در اینتل میخوره. کل دیتا سنترهای اینتل میخوره. بقیه پروژه هم که دیگه جای خود داره، یعنی کار مشترک گوگل آمازونتونم که اصلا جای خود داره، ولی دارم آدرس میدم، میگم اصلا خودشون میدونن کجاست چیه، قشنگ میدونم. یکی نیست بهش بگه تو فعلا برو برای ذخیره سازی نشتی آب کولرها نسخه بپیچ، ترکوندن این و اون باشه طلبت. و خدمت شما عرض میکنم که فراموش نکنیم کولرها رو رها نکنیم. بعضا رو پشت بونها نگاه میکنید 10 تا کولر 2 تاش نشت آب داره، فرار آب داره. کولر آبی اگر دچار نشت آب بشه در یک شبانه حدود 400 لیتر آب شرب با بهترین کیفیت رو هدر میده. هر کولر آبی به طور متوسط در تهران در دور متوسط اگر کار کنه حدود 200 لیتر مصرف آبشه. ما در همین حداقل ها میتوانیم رعایت بکنیم به خوش مصرفی برسیم. نظامی که خودش به نشتی افتاده از ترس قیام به دست مجریای تیویریش تفنگ داده تا یه چنین مسخره بازیایی در بیارن. بارهای بعدی نیاز به مسلح کردن نداره. یک بار دیگه گلنگدن بکشید. من خواهش میکنم دوستان تصویربردار این بسته اینجا رو بگیرن. آره بسته رو بگیرید لطفا. گرفتین؟ فشنگ افتاد. فشنگ افتاد، یعنی نیازی برای بار بعدی نیستش. حالا بچکونید. بچکونم؟ یه گوله داریم؟ نداریم. داریم؟ 2 تا گذاشتم. مطمئنی؟ آره. امتحان کنیم. امتحان کنم؟ چیکار کنم؟ امتحان کنیم. خب سید صدا بردارمون شماره اموال میکروفون. نه صداش اینقدر زیاد نیست. آره صداش اینطوری نبود، زیاد نبود. البته جا به جا هم آدرس دشمن اصلیشون رو هم میدن که این منافقین، این کوردلان، این دار دسته جنایتکارای منافق کوردل غیره که الان هم رها نمی‌کنن، چقدر به ما آسیب رسوندن. امروز هم تو همه حوادث منافقای ملعون نقش آفرینن. حالا دیگه کار به جایی رسیده که مهره‌های خود نظامم درباره بستن اینترنت اینطوری قرقر میکنن. من به نظرم اینه که ما حتی در شرایط جنگی هم بستن اینترنت نمیتونه راهکار باشه. همونطور که دیدین که وقتی که کامل هم بسته بود در واقع اون بحثای ترور و بحثای چیز وجود داشت. ما باید به یک راه حلی بریم، یعنی باید مسئله رو حل کنیم، نباید صورت مسئله رو حذف کنیم. این پسر رحیم صفوی هم حرف و یه پله میبره بالاتر و میگه فیلترینگ اصلا ضد امنیت نظامه. فیلترینگ اینترنت از چند بعد مسئله ایجاد میکنه. از جمله این که وقتی شما حتی مسئله امنیتی دادن، یعنی باگ امنیتی داره، وقتی کل اینترنت کشور قطع باشه شما یه سری سیم کارت سفید میای تعریف میکنی، این نشون میده برای طرف مقابل به جای اینکه 80 میلیون 70 میلیون جار و رصد بکنه میرسه به همین 2-3 هزار تا رو همین 2-3 هزار تا رو من بعد رو دستگاهاشون سوار شم. یعنی تو خودت به دشمن خودت شدی فانوس. این راهش اینجاست.